سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با کیمیا. امروز این دوتا آب نبات رو قراره با هم تست کنیم. sour ghost sugar. این آب نبات ها قراره که طبق اسمش یه طعم ترشی و شیرینی رو به ما همزمان بده با دوتا طعم مختلف، یعنی سیب و توت فرنگی. و یه آب نبات معمولی دیگه روش نوشته start the line time of sweet and sour، یعنی شروع یک زمان طولانی از شیرینی و ترشی. جالبه. خب بریم واسه تست. اول کدوم رو شروع کنیم؟ سیب اول. خب اینجاش یه خط داره، بازش میکنیم از همینجا. الان آب نباتش هم بهتون نشون میدم، فقط ببینم داخلش چند تا آب نباته. 2 4 6 تا آب نبات داخلشه. کوچولو هن، اینجوری هن، رنگش هم سبزه. بریم واسه تست. همون جوری که روش نوشته بود دقیقا اولش یه ترشی خیلی زیادو بهتون میده، ولی بعد به مرور زمان ترشی کم میشه، جاشو میده به شیرینی و وقتی به وسطش میرسید یه حالت شیره و ژلاتینی طور، شیره مثلا سیب طور وسطش. خیلی خوشمزه بود به خاطر اینکه اون اول یه حس ترشی خیلی زیاد میده و بعد بهتون یه شیرینی نرمال میده. سیبش خیلی خوشمزه بود. بریم سراغ توت فرنگیش. توت فرنگی شاید اونقدر ترش نباشه. فرنگی رو بگو. آخه توت فرنگیش کاملا صورتیه، من بوی توت فرنگی میده. بریم واسه تست این. فکر میکردم توت فرنگیش یکم ترشیش کمتر سیبش باشه، ولی اگه لول ترشی سیبش 6 باشه توت فرنگیش 10. توت فرنگیش خیلی ترشتره و دیرتر طول میکشه تا به اون حد شیرینیه برسید. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردی، لایک کردی و اومدی چنل منم سابسکرایب کردی.